حوادث بزرگ هفته گذشته در تشییع پیکر امام شهید امت شاهد جلوه‌ای از توحید بودیم که باید او رو قدر بدانیم. ما نزدیک 50 سال هست که در جامعه اسلامی خودمون مفتخریم به اینکه توحید مطلوب اسلام و سبب سعادت دارین رو در سطحی دیگر ازش بهره‌مند شدیم. با این توضیح کوتاه که در هر جامعه امام اون جامعه اگر به تعبیر روایات من الله باشد، امت اون امام که ذیل او و تابع او و مطیع او هستند و او رو میپذیرند به عالم بالا و به آسمان متصل خواهند شد و این اون چیزی است که در صحنه اجتماعی به خاطر او باید جهاد کرد و در ایجادش و در حفظ و ابقایش و به خاطر او باید احیانا هجرت کرد. این حقیقت بسیار بزرگی است، اما در این چند روز گذشته جلوه جدیدی و صفحه تازه‌ای از این عنوان بسیار مهم که منشأ برکات فراوان الهی هست جلوه‌گر شد و همه عالم شاهد عظمت اون بودند. بنابراین باید برای این تجلی عظیم توحیدی به امت اسلامی و به ملت شریف ایران واقعا تبریک گفت که موفق شدن این مرتبه از قرب الهی رو نشان بدهند و برای خودشون اثبات بکنند. لذا همه انشاءالله باید منتظر باشند که در بعد از این جوایز بزرگ الهی، برکات بیشمار و فراوان الهی رو در محیط الهی خودشون ببینن. منتها این مربوط به گذشته تا الانه. انشاءالله ما در ادامه هم خدای متعال به هممون توفیق بدهد که در همین مسیر به عنوان امت امام قرار داشته باشیم و خدای متعال اونچنان که به همه ما در این چند ماه نشان داده است جلوات رحمت و برکات خودش رو بیش از پیش اونچنان که در شأن وجود مقدس خود اوست بر ما نازل خواهد کرد انشاءالله.